با مهمترین خبرهای این ساعت از یک خوش آمدید. من سید عیسی سادات هستم. پس از گذشت یک سال از شهید شدن خلیل رحمان حقانی وزیر پیشین مهاجرین و عودت کنندگان، اکنون المرصاد از بازداشت طراح این حمله خبر می‌دهد. فرد بازداشت شده میگوید دستور حمله به وزیر پیشین مهاجران و عودت کنندگان را از رهبر گروه خود در بلوچستان دریافت کرده است. فرد بازداشت شده همچنان افزوده است که طرح حمله های گروه داعش را در کابل و دیگر ولایت ها نیز به عهده داشته است. این در حالی است که امارت اسلامی در آن زمان گروه داعش خراسان را مسئول این ترور دانسته بود. اما خلیل رحمان حقانی کی بود؟ چگونه به قدرت رسید و چگونه به شهادت رسید؟ همکارم بلال آریان چگونگی ترور خلیل رحمان حقانی را به تصویر کشیده است. وزیر مهاجرین که هدف حمله ما بود خلیل رحمان حقانی را خوب بشناسه. بعدن وقتی که خود عثمان به خلیل رحمان حقانی خود رسان خودم منفجر ساخت. خلیل رحمان حقانی در سال 1966 در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان چشم به جهان گشود. او یکی از اعضای ارشد و تاثیرگذار امارت اسلامی در دوران جنگ‌های گذشته به شمار می‌رفت و همچنان به عنوان یکی از فرماندهان برجسته امارت اسلامی نیز شناخته می‌شد. وی پس از بر روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان به مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان منصوب شد. افغانستان پس از سالها جنگ و بی‌ثباتی همچنان شاهد بازگشت شهروندان افغان از کشورهای همسایه بود. مسئولیت ساماندهی این بازگشت‌ها و ارائه خدمات به آنان در دوره حقانی یکی از موضوعات اصلی کاری او بود. مقام‌های امارت اسلامی او را خادم مسلمانان و مرد سخت‌کوش می‌نامیدند که در سختی‌ها ایستادگی کرد و در اداره امور مهاجرین نقش داشت. خلیل رحمان حقانی حوالی ظهر روز چهارشنبه 11 دسامبر 2024 در حمله انتحاری در کابل به شهادت رسید. این رویداد در محوطه وزارت مهاجرین رخ داد و دست کم چند تن دیگر نیز جان باختند. در آن زمان امارت اسلامی گروه داعش خراسان را مورد اتهام قرار داد. پس از یک سال از ترور خلیل رحمان حقانی، وزیر پیشین امور مهاجرین اکنون المرصاد از بازداشت فردی که به عنوان یکی از طراح ترور خلیل رحمان حقانی است خبر داده است. میر حمزه مشهور به عواب و باشنده اصلی ولایت بغلان در این نوار دیداری اعتراف می کند که او و فرد مهاجم به نام محمد از سوی رهبر گروه داعش مأمور انجام این حمله بودند. میر حمزه نیز افزوده است که 5 سال پیش به گروه داعش پیوسته و دستور حمله به وزیر پیشین مهاجران و عودت کنندگان را از رهبر گروه خود در بلوچستان دریافت کرده است. نام میر حمزه، نام مستعار از گروه داعش عواب، ولد محمد ولایت حضرت میر، باشنده اصلی ولایت بغلان و ولسوالی پلخمری باشم و فعلا سکونت فعلی ما در ولایت کابل در ناحیه 8 ساحه کارتنا بودم و از امروز 5 سال قبل در گروه داعش فعالیت آغاز کردم و در این اواخر از طرف رهبران گروه داعش با ما مسئولیت نظامی ولایت خراسان سپرده شده بود. از جمله فعالیت‌های نظامی ما در شهر کابل طرح و پلان بالای حمله وزارت مهاجرین بود که از طرف امیرم طرح داده شد و خودم همراه محمد نام بالای طرح کار کردیم. بعدن که طرح موفق شد از طرف امیر ما از بلوچستان پاکستان شخصی به نام عثمان بود سپرده شد. این عثمان ما در قسمت دستش به شکل معیوب مواد منفجری را آماده ساختیم. بعدن این را به محمد سپردیم به وزارت مهاجرین. این چند بار انتقال داده شد که تا در وزارت مهاجرین خوب بلد شد و خود وزیر مهاجرین که هدف حمله ما بود خلیل رحمان حقانی را خوب بشناسه. بعدن وقتی که خود عثمان به خلیل رحمان حقانی خود رسان خودم منفجر ساخت. بعدن از این طرح و پلان حمله بعد از چند مدت محمد در یکی از عملیات ها توسط مسئولین امارت اسلامی کشته شد. همچنان حملات انتحاری و انفجاری که در ولایت کابل و ولایت دیگر افغانستان از طرف گروه داعش صورت می‌گرفت، همین موادهای انفجاری و واسکت‌های انفجاری را من خود آماده ساخته و به ولایت انتقال می‌دادم. مصروف همین فعالیت‌های نظامی در گروه داعش بودم که از طرف استخبارات نیروهای امارت اسلامی گرفته شد. خلیل رحمان حقانی با بسیاری از گروه‌های جهادی و رهبران دینی منطقه ارتباط نزدیک داشت. حقانی یکی از چهره‌های بسیار با نفوذ، مورد احترام و از رهبران جهادی به شمار می‌رفت. وی همچنان در دهه 80 میلادی در جنگ علیه شوروی نقش بسزا داشت. همچنان خلیل رحمان حقانی در سرکوب داعش در شرق افغانستان در ولایت‌های ننگرهار و کنر نقش فعال داشت.
در اخیر هم این که بیکاری جوانان تحصیل کرده یکی از چالش‌های مهم اجتماعی در کشور است. همساله هزاران دانش آموخته وارد بازار کار می‌شوند، اما بسیاری از آنان شغل مناسب مطابق با رشته خود پیدا نمی‌کنند. موضوعی که به محدود بودن فرصت‌های شغلی و رقابت‌های شدید در بازار کار برمیگردد. شماری از جوانان می‌گویند با وجود تلاش‌های زیاد پس از فراغت از دانشگاه هنوز موفق به یافتن کار مناسب نشدند. علی سینا حصاری با جزئیات بیشتر. همساله هزاران دانش آموخته وارد بازار کار می شوند، اما بسیار از آنان شغل مناسب مطابق با رشته خود پیدا نمی کنند. موضوعی که به محدود بودن فرصت‌های شغلی و رقابت‌های شدید در بازار کار برمیگردد. شمار از جوانان میگویند با وجود تلاش‌های زیاد پس از فراغت از دانشگاه هنوز موفق به یافتن کار مناسب نشده‌اند. همین سمستر قبل فارغ شدیم، مدت 3 ماه 4 ماه میشه دنبال وظیفه هستم که متاسفانه پیدا نتونستیم. ما سال 2022 از رشته کامپیوتر ساینس از پانتون کابل فارغ شدیم. فعلا بازم بیکار هستم، تقریبا یک 3-4 ماه میشه که دنبال کار هستم. از مسئولین میخواهیم که کار فراهم کنه برای مردم. نیافتن شغل مناسب، نگرانی، فشار روانی و حتی مهاجرت برخی دانشجویان را به دنبال داشته است. کارشناسان میگویند که عوامل مانند کاهش فعالیت‌های اقتصادی، محدودیت سرمایه‌گذاری و نبود تطابق میان رشته‌های تحصیلی و نیاز بازار کار بیکاری جوانان را افزایش داده است. خب متاسفانه در حال حاضر فارغ التحصیلان رشته‌های متفاوت در داخل کشور به دلیل نبودن جایگاه مناسب وظیفه‌ای مجبور میشن یا خلاف وظیفه یا به صورت کارهای غیر حالت استاندارد مشغول به وظیفه بشن تا بتونن از این مشغول به وظیفه یک درآمدی برای خانواده داشته باشن. خب ما برای کنترل این موضوع نیازمند از این هستیم که ابتدا ظرفیت شناسی در داخل سکتورهای متفاوت اقتصادی را انجام داده و سپس بیایم یک برنامه‌ریزی طولانی مدت در اون سکتور به صورت اجرایی مورد پلان قرار بدیم و از این پلان به مرور زمان استفاده کرده و یک حالت اشتغالزایی دائمی برای شهروندان به وجود بیاریم. در همین حال مسئولان حکومتی میگویند که ظرفیت جذب نیرو در اداره‌ها محدود است و این نهادها قادر نیستند همه فارغان دانشگاه‌ها را استخدام کنند. آنان تاکید میکنند که بخش خصوصی باید بیشترین سهم استخدام را به جوانان تحصیل کرده اختصاص دهد. همدارنګه په ټولو اماراتي ادارو کې او همدارنګه خصوصي سکتور کې هڅه ده چې د ځوانانو وړتیاو ته په کتو سره د ځوانانو تعلیم تحصیل ته په کتو سره دوی ته په کاري فرصتونه برابر شي. تر ډیره پورې حکومتي تشکیلات محدود خو یوازینی ځای چې هلته ډیر کاري فرصتونه رامنځته کېدای شي هغه خصوصي سکتور ده. اسلامي امارات په ټول قوت سره هڅه کوي چې د خصوصي سکتور په هر برخه کې ملاتړ وشي، په هر برخه کې ورته لازم سہولتونه برابر شي تر څو له دغې لارې هیوادوال په ځانګړې توګه ځوانان د کار څښتن شي او په کار باندې وګمارل شي. این در حال است که بانک جهانی در تازه ترین آمار خود اعلام کرده است که بیکاری گسترده میان جوانان به افزایش اختلال‌های روانی منجر شده و با باور کارشناسان این وضعیت سبب تأثیر سوء بر دانشجویان و انگیزه آنان می شود.